سلام، وقتتون بخیر. رکسانا قاسمخانی، نماینده رسمی بیمه در استانهای بریتیش کلمبیا و آنتاریو هستم. در این ویدیو براتون طرحی که پوشش جراحی دندون پزشکی داره رو توضیح میدم. 6 نکته مهم رو هم که قبل از خرید این بیمه باید بدونید براتون میگم. پس لطفاً تا آخرین نکته بشنوید، شاید که جواب سوالات و ابهاماتتون رو بگیرید. هزینه‌های دندون پزشکی هزینه‌های سنگینی هست، به خصوص اگر کارهایی مثل عصب کشی باشه که تحت پوشش بیمه‌های رایگان و همگانی نیست. افرادی هم که بیمه گروهی دارن، بخشی از این هزینه‌ها با سقف سالانه محدود توسط بیمه‌شون به دندان پزشک پرداخت میشه. اما همچنان اگر تعداد بیشتری از دندان‌ها مشکل داشته باشه و سقف پر شده باشه، بایستی تا سال آینده صبوری کنن که اغلب درد دندون چنین صبوری رو نمیتونه تحمل بکنه و مجبور میشن با هزینه هنگفت به دندون‌ها رسیدگی بکنن. و البته خیلی ها رو دارم میبینم که متاسفانه به جای عصب کشی و رسیدگی جدی به دندون مجبور به کشیدن دندون شدن. اما اگر میدونستن که با یک بیمه میتونن بابت هر جراحی دندون پزشکی مبلغی رو نقداً دریافت بکنن، چنین تجربه تلخی رو نداشتن. بیمه‌ای که بهتون معرفی میکنم یکی از طرح‌های شرکته. در همه طرح‌ها پرداخت پول نقد به بیمه شده انجام میشه و اصولاً پرداخت شرکت بیمه به بیمه شده بر اساس مبلغ هزینه شده نیست، بلکه مبالغی از قبل مشخص میشه که طبق قرارداد پرداخت میشه که بابت هر جراحی دندون پزشکی هم مبلغ مشخصی پرداخت میشه که $4000 هست. لیستی از جراحی دندون پزشکی به این شرحه: عصب کشی، کشیدن دندون، جراحی لثه، بونگرافت، کاشت پیچ ایمپلنت. و نکته شماره 1، این پرداخت‌ها به بیمه‌های دندون پزشکی دیگه هیچ ارتباطی نداره و مبلغ بدون توجه به اونها به شما نقداً پرداخت میشه. نکته شماره 2، این بیمه صرفاً یک بیمه دندون پزشکی نیست و بابت هر جراحی سرپایی این مبلغ رو به شما پرداخت میکنه که جراحی دندون هم یکی از جراحی‌های سرپایی محسوب میشه. نکته شماره 3، فقط و فقط یک شرط جدی داره، اینکه نمیتونید خرید این بیمه رو به وقتی که بهش نیاز دارید و میخواید کار جراحی انجام بدید موکول کنید، چون این شرط در بیمه نامه وجود داره و حتما نظر پزشک رو در موردش جویا میشن. و اینکه حتی به من بیمه گذار هم نگید که با دندون درد یا هر تشخیص جراحی دیگه ای دارید این بیمه نامه رو میخرید، هیچ حقی براتون ایجاد نمیکنه. و حتما سوابق پزشکی و دندون پزشکی شما چک میشه و از دندون پزشکتون هم حتما میپرسن که واقعا این مشکل از کی پدیدار شده و دکتر میدونه این دندون در چه شرایطیه و دکترتون میدونه این دندون از کی احتیاج به درمان داشته. پس امروز بهتر از فرداست. نکته شماره 4، گفتم همه جراحی ها، نه فقط جراحی سرپایی، یعنی اگر نیاز به بستری شدن در بیمارستان هم باشه که میدونیم با توجه به بیمه های رایگان کانادا بستری شدن رایگانه، اما این بیمه نامه به شما پرداخت پول نقد داره که با توجه به شب‌های بستری محاسبه میشه. نکته شماره 5، یه مورد دیگه هم هست که پرداخت نمیشه و اون این که جراحی زیبایی یا به درخواست خودتون باشه و نه نظر دکتر. پس برای همه جراحی ها، چه دندون چه هر عضو دیگه ای که به تشخیص دکتر باشه، چه سرپایی و چه در بیمارستان، پرداخت پول نقد به شما انجام میشه. اما فلسفه این بیمه چیه که به شما پول نقد پرداخت میکنه؟ این بیمه یه قرارداده که با بیمه های سنتی فرق داره. گفتم به هزینه‌ای که شما میکنید کاری نداره، بلکه یه رقم ثابت بابت هر بند قرارداد پرداخت میکنه، چون این پول قرار جایگزین درآمدتون باشه برای روزایی که گرفتار جراحی بودید، خدای نکرده درد داشتید، خانواده درگیر شما بودن و نتونستید درآمد داشته باشید و حتی ممکنه افراد دیگه‌ای هم برای پرستاری و نگهداری از شما مجبور بودن از کارشون بزنن. پس پول نقد رو به شما میده و نه به دکتر و بیمارستان، برخلاف بیمه های گروهی سر کارتون.
حتی میتونید با داشتن این بیمه نامه با خیال راحت درخواست اتاق خصوصی در بیمارستان کنید، چون مبلغی بابت شب‌های بستری و همینطور ریکاوری بعداً به شما پرداخت میشه و شما اجازه دارید برای هر کاری که میخواید این مبلغ رو خرج کنید. نکته شماره 6: حق بیمه ماهانه شما به سن خرید بیمتون بستگی داره و هرچی سن بالاتر بره قیمت بالاتره. اما خبر خوب این که قرار نیست هر سال که سنتون بالاتر رفت حق بیمه هم بالاتر بره. پس تا سنتون کمه با خیال راحت بیمه رو بخرید و تا 85 سالگی هم بیمه هستید و بیمه بودن یا نبودنتون به این که از کارتون بیاید بیرون و بیمه رو از دست بدید هم منتهی نمیشه. نکته مثبت ویژه‌ای هم برای خانواده ها هست که هیجانش رو میذارم برای وقتی که با هم شخصی صحبت میکنیم همه رو بهتون میگم. خب با توجه به حرفایی که زدیم متوجه شدیم این بیمه فقط یه بیمه دندون پزشکی نیست، اصلا اسمش هم بیمه دندون پزشکی نیست، یه بیمه جامعه که دندون پزشکی، جراحی های دندون پزشکی البته یه بخشی از اون بیمه نامه است. پس من باید مفصلا کل این بیمه نامه رو براتون توضیح بدم که بدونید چه مزایایی داره و بدونید بابت چه مزایایی دارید حق بیمه پرداخت میکنید و با توجه به این مسئله است که میتونید تصمیمتون رو بگیرید. اگر علاقه‌مند شدید که بیشتر در موردش بدونید میتونید فرم رو پر بکنید، یه وقت مشاوره شخصی برای خودتون بگیرید که با توجه به شرایط شما ببینیم چه سطح بیمه‌ای و کدوم یک از پلن هامون براتون مناسب هستش.